در زندگیمان آدمانی هستند که ناتکرارند و روحیه ما را بلند می‌سازند. این گونه شخصیت‌ها موتیواسیون را نامدار کردند و مانند گریگ بلیت، ریچی بیانا و سیتی فلیچر. انا این گونه شخصیت‌ها به جهانیان معنای چی بودن موتیواسیون را فهمیدند. мотивация یعنی روح بلند کنی، این خواهش و مبارزه بردن برای رسیدن به یگان مقصد است. мотивация داخل می شود، بیرونی و داخلی. мотивация اون وقت به ما پیدا می شود که از جای برخیزیم و آنچه را که باید انجام دهیم با خواهش خود از پس آن می شویم. мотивация این داخلی آدم را وادار می سازد که با تمام هستیش آنچه را که دلش میخواهد اجرا نماید. мотивация بیرونی چنین است که ما کار نمیکنیم، زندگیمان پیش نمیرود. اگر پول لازم باشد بعد رغبت کار کردن نیز و پول یافتن پیدا می شود. мотивация داخلی میخواهم یعنی با خواهش خود. мотивация بیرونی باید یعنی باید من این کار را به انجام رسانم. در کانال ما abonه شوید و از نوارهای نو ما بی خبر نمانید.